این روزا که تو جعبه اکثر گوشی‌ها دیگه خبری از شارژر نیست، انتخاب یه شارژر حرفه‌ای و درست حسابی بزرگترین دغدغه بعد از خرید خود گوشیه. شاید اولین فکری که به ذهنمون میرسه این باشه که بریم سراغ خرید شارژرهای برند گوشیمون. مثلا واسه سامسونگ بریم سراغ شارژرهای سامسونگ یا واسه آیفون بریم سراغ شارژر اپل. ولی یه سوال مهم، وقتی تو ایران داریم زندگی میکنیم و بازار پر شده از شارژرهای فیک یا های کپی، از کجا مطمئن باشیم واقعا اون شارژر اصلی و آسیبی به گوشیمون وارد نمیکنه؟ شارژر مک 22 33 وات اینجاست که این دغدغه رو کاملا برطرف کنه. یه شارژر کوچیک و با کیفیت برای کسایی که سخت پسندن. 33 وات خروجی، 2 درگاه خروجی، یکی تایپ C، یکی USB، پشتیبانی از فناوری گن، پشتیبانی از فناوری PD3 و کویک شارژ 4 و هماهنگ با پریزهای ایران. و این یعنی هیچ نیازی به تبدیل نداریم. پشتیبانی از شارژ سریع یا همون فست شارژ و کیفیت ساخت استثنایی که شما رو مطمئن میکنه هیچ آسیبی به گوشیتون نمیرسه. این شارژر یه شارژر همه چیز تمومه. پس همین الان این شارژر رو واسه گوشیت هدیه بگیرید. شارژر 33 وات مک 22 با ضمانت اصالت و گارانتی تعویض اختصاصی پرولند برای تو که حرفه‌ای هست.